آمدی بچم؟ آمدم. بیا. درسایت چطور گذشت؟ نماز گذشت. من امروز بازم بهای 5 گرفتم. آفرین بچه جان. انا این شیرینی برای بهای 5 گرفته. نصف کن بچه جان. بیا. بچه جان، نخود این رو در خانه پرتویی. او من حاضر تازه کرده ایستادم کو این رو باید در قوطی پرتویی. تازگی گروی سلامتی گفتند بچه جان. بخشش بچه جان، دیگه تکرار نمیکنم. آفرین. سیر و گشت در دوشنبه شهر عزیزمان به هر کس حلاوت میبخشد. زیرا روز به روز زیباتر و آبادتر بشود.